شماره علوق شدگان بر اثر به شاخت لیفت افتادن کارگران در نوای مسکو به 2 نفر رسید. در این باره روز 12 فوریه سال 2023 در تلگرام کانالش دوستانی شهر مسکو با نشر چند عکس از جای حادثه خبر داد. روز 2 فوریه در ساختمان بنای یک مرکز لوجستیکی در شهرک ماروشینسکای در منطقه نوای مسکو در کنار پایتخت روسیه 5 کارگر به شاخت لیفت افتادند. یکی از آنها در جای حادثه به هلاکت رسیده و دومی در بیمارخانه. سال تولد هر دو کارگر هلاک شده 1988 بوده است. بنا به اطلاع دوستانی مسکو با 3 کارگر دیگر سال تولد یکیش 1974 و سال تولد دوی دیگر 2003 در بیمارستان‌ها تحت طبابت قرار دارند. دوستانی حوزه ترویسکی و نوای مسکو با تحقیق این قضیه پرداختند. در رابطه با این حادثه بر اساس ماده 216 کودکس جنایتی روسیه با اتهام ویران کردن قاعده‌های بی‌خطری هنگام کارهای ساختمانی که از بی‌احتیاطی سبب مرگ آدمان شده است پرونده جنایتی گشودند و نظارت جریان تفتیش را دادستانی مسکو به دست خود گرفته است. در اطلاع رسمی دادستانی درباره شخصیت آسیب دیدگان و هلاک شدگان چیزی گفته نشده است، ولی رسانه‌های روسی خبر دادند که در این ساختمان اساساً مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی کار می‌کردند و کارگری که در جای حادثه هلاک شد شهروند 35 ساله تاجیکستان بود. هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان برای پیدا کردن روزی خانواده‌های خود به خارج و اساساً به روسیه به مهاجرت کاری می‌روند و هر سال در روسیه به دلایل مختلف تا 1000 نفر از مهاجران تاجیک می‌میرند. فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست و بیماری‌ها و صدمه‌های نقلیاتی از علت‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه نام برده می‌شوند.